خب من الان اینها رو که دیگه دیدین درست کردم. اولیش قوه. قو توی سفره 7 سین نماد چی میتونه باشه؟ عالی. تموم شد. خیلی تاثیرگذار. فکر کنم نماد سنجده که سنجد نماد عشقه. اون هم دیدم نماد عشقه، برای همین الان کمی خوب اندازش چسب میزنم دیگه. الان اینا رو چسب کاری میکنم که بچسبم به این پایش. چسبیدم به پایش، بعدش چی کارشون میکنم؟ قیچی بیارم. خب این از اولیش که قوه بود، قوه رو میزنم اینجا و اینجا چون این کلو میکنیم. سنجر سفره 7 سینه ما. حالا بعدی چیو چسبونم؟ میذارین این جغده که نماد سرکه است. سرکه یعنی صبر و خب جغدم صبوره دیگه. مثلا شکار که میخواد بکنه او چه صبری تو شب داره تا یه شکاری انجام بده. و چنان نماد دانایی هم بود. ولی خب مثلا شاید حیوانی که نماد صبر باشه اول به ذهنتون شتر بیاد. ولی با رو بیشتر حال میکردم چون گفتم که یکم جادو پادویتر. نه نمیدونم جادو پادویتر که نه. خب شترم به هر حال این چیزاش تو علی بابا صبوری میخواست باز بشه دره چی میگفتن؟ حس میکنم جو نداره اونقدر. اینم از این. حیوان بعدی بذار مار رو بزنم. مار نمادش چیه الان برام؟ سیر همونطور که اصلا سیر دیگه میگه خاصی از چه میدونم سلامتی سالم و اینا، بخاطر همون چیزای پزشکیشه بیشتر. خلاصه دارمونی. و حالا ما رو میزنیم. حیوانای دیگه هم وسط بودن ولی احساس کردم مار بهتره. چرا؟ خیلی کلیشه‌ای بود که ما رو انتخاب کردم. خب ما نیاز داریم به همین کلیشه‌ها. چون لزوما کلیشه‌ها انقدر حتما بد نیستن. مثلا بخوای ساختار شکنی کنی. از کلیشه مارمون. نه مارم این ولی بهتر بود. اوکی. not problem. کدوم ولی مارم باشه کرده؟ نه. آره دیگه. که گفتم به هر حال منم که کادر پزشکی هم ماره مناسب تره که جای سیر بذارم. اینم از ماره. شکل دوریم مبتزه. خب ماره چرا باید بالاتر باشه؟ نمیدونم مگه این بخزه قانونی وجود نداره الان ماره اونها چجوری که جور باشه. من برق روشن کنم چه شکلی میشه؟ لا الان بهتر شد. نه انصافا بهتر تو تاریکی مطلق. این تا اینجاش دادم و هنوز کار داریم. نفر بعدی گاوم میذارم. گاو نماد چیه؟ به جز سکه است گاوه. چون که سکه نماد چیز دیگه همونطور که میدونیم سکه نماد زو فراوانی چیزاست دیگه، ثروت. گاو هم تو فرهنگ ایرانی خیلی فرهنگی نماده. البته چیزای دیگه هم گفتم به جای گاو ولی دیگه گفتم گاو رو انتخاب بکن و به فرهنگ ایرانی پایدار بمون. یه دون مثلا داستانه گاوی خفن همین دیگه. چه کلوبیای سهرامی زیادتونه؟ گاوه چی بود؟ گاوه و خوشبختشون کرد عملا یه جورایی به خاطر گاو بود. هر چی داشت 100% گاو بود. قدر گاوا زندگیتون رو بدونین. شاید خودشون مستقیما چیزتون نکنن ولی خب کار میکنن که کارستون شین. به هر حال گاو و قو جزو حیوانایی بودن که من اوریگامیشون رو خیلی واضح درست کردم. و دیگه چی؟ و ما در انگار این نمادا امسال درام کارستان چند پیش میکنم. سلام خوردم از گوه ما گوه نازنین ما سینگ لا لا لا. مگه میدونستم گاو زندگیم توی و نسن ندیدم به خودم گاو قشنگ من تو هستی برای من.
گاو ماشایم این منطقی خب نمیشه همشون پایین باشه. بعدی اسباب میذاریم. این گاوه رو اینجا تر بذارم. کونه گاوه ببخشید باز میخوام بیارم به نوک چیزه اوه not crazy حیوان بعدی شیروخوان رو میذارن. شیر دوستان عزیز اینو الان ببینید اکثرا نفهمیدن این شیره ولی بچه دقت نیازه. سری پاشو بگیرم این یالشه این دنبشه این قیافشه دیگه. حالا خیلی هم کوچک بچه شدیم. اون بریش بالاتره این بیشتر شد شیره بس این ورش میزنم این خب چرا نماد قدرت بود؟ فکر کنم بیشتر یا نماد قدرت بودن. مثلا امسال که سال اژدهاست اژدها نماد قدرته. تو چین گریده‌ها خفن‌ترن هست ولی گرگ هم نماد قدرته ولی همزمان نماد چیز دیگه هم مثلا ببرم. من اومدم شیر رو انتخاب کنم کنم شیر پاکتی به چسبونم قدرتش نمایان تره تا این شیره. نه یاد نمیگیرم از کنم. این در واقع خیلی درونی میخواد بفهمی که شما یعنی بفهمین که این شیره درونی بفهم. خدای اگه دقت کنین چرا تو نگاه اول اصلا واضح نباشه که شیره تو نگاه های بعد اونقدر ناواضح نیست. و آخری هم اسب رو میزنیم. اسب به جای چی آوردن؟ exactly بله به جای چیز آوردن. این وریش بهتره یا این وریش؟ اسب به جای سیب آوردن. بله سیب هم که همه میدونن نماد تندرستی و ایناست. من دوشه گیجه شدم سیب و سیب چه فرقی اون قدم داره. بعد گفت سیب نماد زیبایی هم هست واسه همین اسب انتخاب کردم. البته خب شاید بگین طاووس هم چی بد نبود چون میدونین از پرای طاووس چه میدونم واسه چیزایی کنم پزشکی مزشکی استفاده میکنم واسه چیزی مربوط به سلامت استفاده میکنن. بله گفتم دیگه طاووس هم اینجوری میکردن برای نماد سلامتی کلامتی و اینا هم بود همزمان پراش استفاده میکردن. ولی خب دیگه اصل دیگه ذاتن میگی بچه یال و کوپالی مثلا میگی ماشاءالله چقدر تندرسته است. اینم از اصلا من واضح ولی خیلی فکر میکردن سگ توست. الان که میبینم حالا که چی از نهایی سازش بله بالی چی داره؟ چه مدلیه؟ آخری که اژدهاست چون امسال سال اژدهاست. What the fuck؟ تو میگی ذره مثل شیرم معلوله. خب نه دیگه وضوحاً شبیه اژدهان این وری شبیه واقعا شبیه البته این وریش انگار که واقعا قربانی اسید کشتی شده. من اساسا من پرویشون کنم بس میخوام ازتون نشم well done. خب شما چی؟ از نظر شما آیا تیغ یعنی سال اژدها هستی؟
اینجاشو به نظرم دورتون بزنیم. بودا من بودم میذاشتم. تلفکیه، یعنی هیچی جلوش هیچی نیست بجز این ماری جان به اونورترشون. الان خوب شد. این از این. حالا در ادامه باید چیکار کنیم؟ این خاک شیرا رو بریزیم توی آب. از این طرف چه میدونم چه وقت پیش بخوره که هنبار این که آب بشه. اینم از روز اول. خب اینم روز اول.